هر بار که یه گره سختی تو زندگی میفته سری نظر سفره ابوالفرز میکنم. شاید باورتون نشه ولی خیلی زود نتیجه میگیرم و حاجت دلمو میده. دیگه تصمیم گرفتم خیلی زود نظرمو ادا کنم و سفره‌مو بندازم. با تزیین آش رشته و شله زرد و حلوای شیر خوشمزه‌مون شروع کردم و ظرفا رو بردم روی سفره گذاشتم. این مورای تبرکی هم که از مشهد آوردم به عنوان گیفت گذاشتم روی سفره. تو این کیسه‌های سبز مشکل گشا و توی این شیشه‌های خیلی خوشگلم حنا رو به عنوان گیفت گذاشتم که به مهمونام بدم. سفره ابوالفرز یه مقدار سنگین‌تر از سفره‌های دیگه برگزار میشه و من همه رو با جون و دل انجام دادم. و از همه خوراکی‌های سفره پک بر بچه‌های کار آماده کردم. حلوا بود، شله زرد، عدس پلو، آش رشته، همه رو لیبل زدم و بردم تقدیمشون کردم. آدما به هر چیزی که اعتقاد داشته باشن و انرژی مثبت براش بفرستن چندین برابر انرژی خوبش به خودشون برمیگرده. الهی که هر کدومتون چشمتون به این سفره خورد، هر حاجتی که توی دلتون خیلی زود برآورده بشه. با اینکه همه چه پک کردم و بسته‌بندی کردم بدم بیرون، ولی برای تعدادی که مهمونم بودن یه میزم این قسمت چیدم که از همه خوراکیای سفره توی ظرف گذاشتم گرم بمونه و میل کنن. و اینم یه ولاگ 1 دقیقه‌ای برای شما دوستای قشنگ.